ایران سلام سیستم خیلی خوش آمدید. اینجا چنل کاسفین آرت داریم. داخل همین ویدیو اینتلیجنت جی تی رو تست بکنیم و ببینیم به قیمتش میارزه یا نه. انجام بدیم و ببینیم دنبال کردن فراموش نشه. بازرش ویدیو فراموش نشه. زمین بغل فعال کنید. میکنیم تا ماشینمون داخل گاراژمون ظاهر بشه. فعلا بدرود. خب بچه‌ها بریم ماشین 2 میلیون دلاری رو با هم ببینیم اومده داخل گاراژمون یا نه. بله اون نارنجی هست دیگه. آره بچه‌ها صدای اگزوز بهتون بگم چطوریه. صدای اگزوز که گاز بدم میفهم صدا چطوره. بنازم صدا رو. بارش هم فکر کنم باز میشه، فکر کنم یا خودشه. آره بارش هم باز میشه بچه. خیلی خوشگله. حالا بچه بریم کاستومش هم بکنیم ماشین رو، ببینیم رخ نهایی چطوره. بعدش هم بریم تست و بررسی بگیریم دیگه. فعلا خب بچه تست متوقف کردن ماشین چند میلیاردی. خب ترمزش خوب بود. اینجا رو نشون کنه تا کجا گرفته ببینم. اوکی تست ترمزش خوب بود. حالا برگردیم عقب ببینیم تست سرعتش چطوره. تست سرعت ماشین پروژن رو بریم ببینیم. خب شتابش بچه شده ماشین خیلی خوبه. ببینیم آخرین سرعت به چند میرسه. کیلومتر اونجا برای شما هست. خب کیلومتر رو تا وسط پر کرد. من انتظار داشتم تا آخر پورت کنه. یه بار دیگه هم بریم. تا وسط داره پر میکنه. یا مشکل از بازی یا مشکل کلا نمیدونم چیه. کلا تا وسط داره پر میکنه. شاهزاده باشه. چه رنگی داره بچه. اگه از این ماشین خوشتون اومد حتما داخل کامنت ها بنویسید ببینیم چطوریه. خوشتون اومد از این ماشین یا نه. هم شتابش خوبه بچه، هم ترمزش واقعا عالیه. ماشین پروژن واقعا ماشین عالیه. خب بچه تست هندلینگ ماشین پروژن در شهر ببینیم به چه صورته. داخل شهر بچه یه تندم براتون بریم ببینیم
سرعتش میتونه کم بکنه. خب تو شهرم خوب اومد. بریم کوچه پس کوچه هاش ببینیم سر پیچ میتونی تعادل داشته باشی یا نه. سر پیچ یعنی تند بریم بچه دیگه، اینو در نظر داشته باشید. فکر کنم از این چیز سربلند بیرون بیاد دیگه 100%. اگه زمین لیز باشه بیفته، اگه زمین لیز بردن داره. اوه کم داره میاره، کم ببینیم بقیهش کم میاره یا نه. امیدوارم کم نیاره، حیفه به همین ماشین زیبایی و لوکسی کم بیاره. یه بار دیگه بریم سر پیچای دیگه. همین پیچ اولش داره کم میاره. حالا دلیل اینم نمیشه که ماشین ضعیف باشه، ماشین خیلی گرون قیمت و قوی هست، ولی خب به خاطر اینکه داره بارون میاد، به خاطر همین اینطوریه. از این نظرم میشه گرفت. ماشین کلا دوم شد باشه. خیلی زمین لیزه، داره تصادف میکنه. خب بچه‌ها به آخر ویدیو رسیدیم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. سابسکرایبتون نره، بغلش رو فعال کنید. هر ویدیو حتما دیده حتما لایک کنید، به من خیلی انرژی میده. کامنت این انگلیسی بذارید که سابتون نپره. همین دیگه، واقعا ساب کنید، به من خیلی انرژی میتونم بیشتر براتون ویدیو بذارم. هر ایده هم داشتید داخل کامنت ها بهم بگید که داشتم از فلان ویدیو بیشتر بذار که حتما براتون بذارم. بعدم از این ماشین از 1 تا 10 به ماشینمون چند میدید؟ حتما نمره رو بدید بهمون. حرفی ندارم. فعلا بدرود. Elə bil ki bilmirəm xəbərim yoxdur. Eşidəndən hər gecə səhərim yoxdur. Elə bil ki bilmirəm xəbərim yoxdur. Eşidəndən hər gecə səhərim yoxdur. Amma hərdən bir düşün, məni xatırla mənsiz. Üzülərsən dözmərəm, buna darıxma mənsiz. Sən üzülsən neylərəm, sənə əlimdə çatmır. Sabah olmur burada heç, gecələr ayda batmır. Al yüreğim o bizi tərk etməyə hazırlaşır. Sən demə bir neçə gündür ki getməyə hazırlaşır. Əlləri, gözləri, hissləri çox dəyişib başqadır. Hər nə qədər də dəyişsin. Remix by Neva. Remix by Alone. Ateşine söz seninim, gelirim en beterine, yazlarına, kışına. Bismillahirrahmanirrahim.
İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn.